عباس آقا مادر چرا فسفس میخوری؟ دوست نداری میخوای برام برات تخم مرغ درست کنم بیارم؟ نه مادر جان خورش ریختم. ولی عباس آقا بادم جون نریختی. عباس آقا بادم جون بی خوشمزگی اصلا کیسد میره. بله. بیا بری چی تعارف میکنی؟ بفرمایید. تعارف که نداره خودش میکشه دیگه. آقا جان میشه برای آقا اسماعیلم بریزه؟ ما اتفاقا آقا جون انقدر بادم جون دوست دارم که صبحانه نهار شام بهم بادم جون میدم بادم جون میخورم. باریکلا. بیا بفرما آقا جان عباس آقا بادم جون شکلات شده دخترش. عباس آقا خدا شاهد اگه این بادم جون رو نخوری از کیسد رفته. واکن آقا صادق آقا صادق واکن دهنت واکن نوش جان دست شما درد نکنه عذاب کنم خیلی خوشمزه بود مامان جون. تعارف نکنم. بیا بادم هست بیا واکن دهنت واکن بابا جان تعارف که نداره. بخور خیلی خاصیت داره باور کن عباس جان بخور خیلی خاصیت داره. نمیدونی چقدر پر از ویتامینه. بگو نوش جان کار داری بچه رو؟ جعفر دست شما درد نکنه ازم خانم واقعا خوشمزه.